پرسیدین این همه ساک مال چیه؟ الان بهتون میگم. این ساکایی که ما اونجا داشتیم داستانش چیه؟ عمود 1088 هر کی بیاد و این پیج ما رو فالو داشته باشه، امام حسین آفریقا، یه پیج دیگه هم هستش بهش میگن امام حسین کنیا. فعالیت‌های بچه‌های آفریقا در خصوص محرم و عاشورا و امام حسین اونجا پست گذاشته میشه. این لیوان رو ما بهش میدیم. بعد این لیوان البته اینجوری بهش نمیدیم، اینجوری بهش میدیم، حالا بسته بندی شده قشنگ و اینا بهش تحویل میدیم. بعد چیز دیگه ای که ما اینجا داریم، ما هر کی بیاد موکبمون داخل اون ساکا اینا بودش. یعنی الان شما تو مسیر اگر دیدی مردم پرچم حالا سفید و قرمز و سبز و زرد بود، الان سبزاش مونده. این پرچم ها رو هم آوردیم که اون ساکا به خاطر همین سنگین بود. بعد اینا لبیک یا مهدیه، اینا رو میدیم هر کی میاد موکب، بعد به یاد امام مهدی باشه انشالله. یه چیز دیگه هم که داریم پشت کوله هاتون بازم لبیک یا مهدی با 3 تا زبان، تک تک قدم هایم نظر آمدن امام مهدی که البته در رنگ های مختلف، قرمز، زرد و سفید. بعد سربندای لبیک یا مهدی، حالا رنگ های مختلف، قرمز و سبز و مشکی. و یه چیز دیگه، اونایی که ماشین دارن البته جای دیگه هم میتونن استفاده کنن، جلو آینه اینو بهشون اجازه میدیم بزنن جلو ماشینشون و همیشه به یاد امام زمان باشن، لبیک یا مهدی. حالا در رنگ‌های مختلف هست، سبز و بنفش و اونجا من دارم نگاه می‌کنم دور، نارنجی و سفید و دیگه صورتی و قرمز. و باز یه هدیه دیگه، یه مدل استیکره که باز یا لبیک یا مهدیه، اینا رو میذاریم پشت تلفن‌ها. حالا یه بخشی از این هدیه‌ها داره تموم میشه، هر کی دیر برسه بخشی از هدیه‌ها رو بهش نمیرسه. البته یه بخشی از هدیه‌ها مشروط به اینه که بچه‌ها بیان نقاشی کنن. حالا مدل‌های نقاشی مختلفه، این یکیش که الان رنگ‌آمیزی شده، بچه عزیزمون نقاشی کردن خیلی قشنگ در اومد. حالا بچه‌ها میان اینجا نقاشی میکشن، بهشون هدیه میدیم، شکلات میدیم، عکس میگیریم و چیزای دیگه. دلیل سنگین بودن ساک همینا بودش. انشالله بیاید که من این چمدون رو خالی کنم، خالی برگردم باشون خونه انشالله.